درک و حسی بلندی وطندوستی، مسئولیت، مقدس شماریدن خاک پاکی وطن و شکوه و شهامت چاره‌بینی تنتنوی گسیل جوانان سینی دعوتی از همه 18 شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت که با اقدام مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و کمیسریت حربی ولایت دایر گردید، از وجود هر جوانمرد، والدان و پیوندان آنها و اهل جامعه سرچشمه گرفته به این همایشی وطندوستی ارجگذاری به تاجیکستان صاحب استقلال شکوه و معنی تازه بخشید. در 3 روز اول دعوت بهاری به صف قوه‌های مسلح جمهوری 2000 نفر بعد گذشتن از کمیسیون طبی آماده گردیدند که اکثرشان به طور اختیاری به خدمت ارتش ملی می‌روند. آنها با امر دل رسالت فرزندی خویش را در نزد وطن مادر اجرا می‌نمایند. من سال 2019 دانشکده دولتی زبان‌های تاجیکستان به نام ساتم الاغزاده را ختم نموده در نزد خود مقصد گذاشتم که اختیاراً به خدمت مادر وطن روم، زیرا وطن عزیزم را دوست می‌دارم. ما باید همیشه به باوری اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که جوانان را نیروی پیشبرنده جمعیت گفتند سزاوار باشیم. صادقانه به وطن خود خدمت نموده برای حمایه مرز و بوم وطن جان خود را دریغ نمی‌داریم. اهل جامعه ولایت پیش از همه پدر و مادران افتخار دارند که در ولایت صف اختیاریان برای خدمت در صف‌های قوه‌های مسلح تاجیکستان می‌افزاید. نقش مادر زن در تربیت و تندرستانی فرزندان امروز خیلی بزرگ است. یعنی تربیت نمودن فرزندان شجاع، فرزندان دلیر، فرزندان بزرگمهر نسبت به وطن، نسبت به مادر. جوانانی که امروز به خدمت حربی وطن رفته ایستادن، جوانان خیلی صاحب معرفت و صاحب معلومات، جوانان دوران صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان میباشند. ما امروز افتخار از آنها میکنیم که چنین جوانان را مادران زنان تاجیک تربیت و بوایی رساندند. ما مردم تاجیکستان شکرانه از آن میکنیم که تحت سروری اساسگزار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در فضای آزاد و آسایشته استقلالیت کار زندگی میکنیم. پرزیدنت کشور در یکی از برآمدهای خود تاکید نموده بودند که تربیت جوانان بهار و ناموس، سازنده و بنیادکار در روحیه خودشناسی و وطندوستی وظیفه جانی جامعه ما می باشد. امروز عائله ما از آن افتخار دارد که فرزند خویش دلاور را چون حامی و نگهبان وطن تربیت نموده به خدمت وطن مادر گسیل کرده ایستادیم. همچون پدر، همچون آموزگار با این جوانان شجاع وطن مراجعت کرده گفتنیم ما والدان از شمایان جوانان شجاع ولایت سوخت امید داریم که خدمت مادر وطن را با سری بلند و روی سرخ ادا نموده به نزد ما برمیگردید و همیشه در خدمت وطن و پشتیبان وطن هستید. در مراسم گسیل این جوانان نامبردار وطن که در قصر ارباب برگزار گردید 10,000 نفر نمایندگان اهل جامعه، راهبریت ولایت سوخت، مقامات حفظ حقوق، اهل علم و فرهنگ و ضیا، پدر و مادران، سابقه‌داران و جوانان شرکت ورزیدند. رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده تاکید داشت که این جوانان باننگ و شجاع فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح تاجیکستان، ژنرال ارتش ملی محترم امامعلی رحمان را با سربلندی اجرا می نمایند. این جوانان را به خدمت وطن مادر، حفظ خاک پاک وطن و دستاوردهای استقلالیت، صداقت و متانت هدایت نموده است. مسلم است که همه ساله طبق طلبات قانونی جمهوری تاجیکستان درباره عهدهداری حربی و خدمت حربی و فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در 2 مرحله دعوت شهروندان به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان تشکیل و گذرانده می شود. زیرا طبق مقررات کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان حمایه وطن، منفعت‌های دولت، تحکیم استقلال دولتی و اقتدار مدافعی آن وظیفه مقدس هر یک شهروند دانسته شده است. سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان در مورد نقش
و مقام قوه‌های مسلح در حفظ حمایه وطن عزیزمان تاکید داشتند. هیئت شخصی قوه‌های مسلح و کارمندان مقامات حفظ حقوق در حمایه استقلال آزادی وطن و دستاوردهای تاریخی آن، صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی، بنیاد دولت دموکراتی و حقوق بنیاد دنیوی تاجیکستان، حفظ مرز و بوم سرزمین اجدادی، تامین امنیت دولت و آسایش جامعه سهم بسا ارزشمند دارند. بنابراین ما افتخار داریم که قوه‌های مسلح کشور عزیزمان یکی از شاهستون‌های دولت صاحب استقلال تاجیکستان به شمار می‌رود. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت یکجا با کمیسیه‌های دعوتی، کمیسریت‌های حربی و اهل جامعه برای آمادگی جوانان به خدمت در صف‌های قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان تدبیرهای ترغیباتی، تکمیل درس‌های آمادگی دفاعی حربی، شناسایی با قسم‌های حربی، خبرگیری سربازان در قسم‌های حربی حدود کشور از جانب گروه‌های تبلیغاتی با پدر و مادران را عملی می‌نماید. در همه کمیسریت‌های حربی ولایت سوخت جوانان سن دعوتی سرباز قسم نظامی همسالان اظهار داشتند که فرزندان وطن حفظ استقلال میکنند و نمونه عبرت خودآگاهی و وطن دوستی مهر بی‌پایان به مقدسات وطن مینمایند. در روزهای نخستین دعوت بهاری به صف‌های ارتش ملی اختیاری رفتن این جوانان باننگ و شجاع از ولایت سوخت مایه افتخار و اعتماد و باوری است. جوانان باننگ و ناموس همسالان و برادران آنها در صف‌های قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان خدمت صادقانه می‌نمایند. حفظ مرز و بوم کشور برای هر یک نوجوان جمهوری تاجیکستان این قرض میباشد و خدمت به وطن مادر این شرف است. طولی یک سال میشود من در این قسم حربی خدمت کرده استودم. شرایط ها از روی آینما همه یعنی خیلی خوب هستند. مثال جای درس خونی، خورد و خوراک، جای خواب، میدانچه ورزشی، میدانچه های کمپلکسی دسانتی برای تیاری تکمیل دهی جسم جانی میباشد. بنده طول یک سال است که در صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان خدمت نموده استادم و به نوازکران و دوستان خودم گفتنی ام که قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان خیلی پیشرفته است و ما باید این مرز بوم کشور خویش را صادقانه و با جسارت حفظ نماییم. در روز اولی دعوت بهاری در ناحیه شهرستان در یک قطار جماعت دهات و شهرکی ولایت و خصوص در جماعت دهات واروخ و چارکوی شهر اسپره نقشه دعوت جوانان به قوه‌های مسلح تاجیکستان اجرا گردیده در شهر و ناحیه‌های دبشتیچ، استراوشن، پنجکند بوستان، فایزی بلند تامین شده است و در روز پنجم دعوت بهاری 1000 نفر جوانان سربلند ولایت سوخت به خدمت در صف‌های قوه‌های مسلح تاجیکستان با تنتنه گسیل کرده شدند. این نتیجه عملی گردیدن سلسله تدبیرهای آمادگی، تقویت و شفافیت کار کمیسیه‌های دعوت و تکمیل کار ساختارهای مقامات دولتی محلی یکجا با اهل جامعه می باشد. در نتیجه تدبیرهای یکجایی مقامات محلی، کمیسریت حربی ولایت و تشکیلات جمعیتی مددگار مدافعه ولایت سوخت اوید به تیار کردن متخصصان مکانیک راننده و علاقه جوانان صاحب کسب به جزء تام‌های حربی فرستاده می شوند. در بین جوانان سن دعوتی ختم کنندگان مؤسسه های عالی و میانه کسبی زیادند که برابر صاحب اختصاص بودن دانش و مهارت بلند دارند. بنا به خلاصه کمیسیه حربی طبی جوانان سالم و بردم به خدمت ارتش ملی می روند. نمایشنامه تئاتری و فرهنگی پرمحتوا تجسم و افاده‌گری غایه و معنی تربیت فرزند در روحیه وطن پرستی، پروریدن مهر وطن در وجود هر فرزند، جان فدایی بهر حفظ مرز و بوم مقدس، همیشه با وطن بودن، پرافشان نمودن پرچم ملی همچون صداقت به هویت و استقلال و همه دیگر رکن و آیین‌های خاص جوانمردی گردید. در چاره‌بینی گسیل جوانان تاکید یافت که این جوانان غیور و سربلند خدمت به وطن را شرف می شمارند. خدمت حربی مکتبی آب و تاب حیات است و جوانان از آن درس حیات، متانت و جسارت می آموزند. ارتش ملی سپهری با اعتماد وطن است. اینها پیروان پدران شرفمندند و وطن، خلق و پدران از این فرزندان شجاع افتخار دارند.
گسیل جوانان غیور وطنپرور از صحن قصر ارباب به سمت میدانی به نام اکادمیک باباجان غفورов در فضای باز هم پرشکوه جریان گرفت. با آراستن دستورخوان و پیشنهاد آشی پلاو برای 4000 نفر دعوت شوندگان با پدر و مادران، این جوانان غیور و باننگ و دلیر با افتخار و سربلندی پدری و اهدای مهر مادران برای ادای قرض فرزندی گسیل کرده شدند. اهل جامعه ولایت سوخت افتخار از آن دارند که ارتش ملی سپری توانا و کفیل آسودگی و امنیت تاجیکستان صاحب استقلال می باشد. پس از انجام مراسم تنتنوی، نواسکران و پیوندان آنها از قصر ارباب با شورای خوجان غفورov با صدای کرنی به سمت ایستگاه راهی آهن سفر برگردیدند. حضوری بیش از 1000 نفری دعوت شوندگان در روز نخستین گسیل که با امر دل و وجدان برای اجرای قرض مقدس شهروندی حاضر گشتند، گواهی از آن می‌دهد که در قلب جوانان مهر وطن و حفظ مرز و بوم کشور جوش زده آنها برای خدمت مادر وطن آماده هستند. این جوانان سعادتمند دیار با پیروی به قهرمانی و مردانگی پدران و بابایان بهر حفظ و حمایت وطن حاضر گشته آماده‌اند تا هر ذره خاک سرزمین اجدادی را صادقانه حفظ و حمایت نمایند. خدمت در صف قواهای مسلح برای هر یک جوانمرد این مکتب حیات آبوتابی بدن است و با درک این معنی خوشبختانه همه سال است صف افتخاریان در کشور خاصتا در ولایت سوخت بیشتر گردیده جوانان با امر دل خدمت در صف قواهای مسلح را پیشه خود میکنند. محض با دستگیری و پشتیبانی پیشوای ملت محترم امام الرحمن تمامی نوهای قواهای مسلح دوام سالهای صاحب استقلالی با نوترین یراق و اصلیت تامین گردیده در قسمهای نظامی بهره بود و باش سربازان شرایط سازگار خدمت فراهم آورده شده است. در دعوتی بهارانه امساله بیشتری جوانانی که اختیاری سفربر میشوند صاحب تخصص بوده ختم کنندگان دانشگاه‌های عالی، کورس‌های تخصصی تشکیلات مددگاری مدافع میباشند و همین معرفت‌ناکی و درک بلند حمایت وطن است که به اجرای وظیفه پرمسئولیتی خویش رهسپارند. من دعوت شونده به خدمت حربی به قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان توپیلوف خدایار شوکتش استقامت کننده و زاده ناحیه اشت دهه ملامیر هستند. و امروز باشد همراهی همین دعوت شوندگان خواستم که بعد از ختم دانشکده اقتصاد و سودای دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان و پس از یک سال سابقه کاری در بانک ایمان اینترنشنال خواستم اختیارا به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان شامل گشتم برای پدر و مادر، برای حفظ مرز و بوم کشور، برای تمام آن نفرانی که در داخلی مرز جمهوری تاجیکستان کار میکنند، فعالیت میبرند، برای آنها خدمت کرده باشم. من با تمام مردم تاجیکستان و آن نفرانی که 30 سال آنها به خدمت وطن مادر آمده رسیده است گفتنی هستم که برای پیشرفت و آبادی و گل شکوفایی مملکت عزیز خویش کوشش و غیرت خویش را دریغ نداشته به قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان شامل گردید. بعد از ختم دانشکده کوه متالورژی تاجیکستان با دیپلم سرخ خواستم با خواهش خود به کمیسریت حربی شهر پنجکین عریضه داده به خدمت مادر وطن رفته باشم. چنانه که پیشوای معظم ملت قید میکنند امروزها برای ما جوانان تمام شرایط ها مهیا است و خدمت در صف قواهای مسلح هم وظیفه اساسی هر یک ما جوانان است. از این جهت به تمام جوانان تاجیکستان سربلند گفتنی هستم که خدمت برای ما شرف است و بیایید همه کسا یک دلانه رفته برای انمین وطن، برای انمین سرزمین خدمت کرده باشیم. بعد ختم مکتب میانه خواستم قرض شهروندی خود را اجرا کرده به وطن خود خدمت کنم. در عائله ما 2 پسر هستیم و اولینش من به خدمت حربی حاضر شده ایستادم. خدمت به وطن شرف است، افتخار پدر و مادرم است. بعد ختم دانشگاه با خوش شد به خدمت حربی رفته ایستادم. امروزها بسیار جوانان می‌خواهند که با قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان خدمت کنند. برای حمایت وطن مادر و همه جوانان ما آماده هستیم. نواسکران شجاع با خدمت صادقانه و با شرفانه در بنیاد جامعه دموکراتی حقوق بنیاد دنیوی سهم می‌گذارند و ضمن اجرای دستور سپارش‌های سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام الرحمن و آیین‌نامه‌های خدمتی منفعت‌های سیاسی یکپارچگی وطن عزیزمان را با شرفانه حمایت خواهند کرد. مستانه محیدی لازاده، علیشیر نیازوف و حبیبه ابراهیم زاده برای برنامه اطلاعاتی اخبار.